بزنید بچه نداره. تو کجمل بگیری دیگه خلاص یک آرزو میمونه، آرزو به یکی دیگه میتیم نانیتون برشون کنه. خانه این از ما شما یک بچه دیگه میدیش چه آرزو خانه شما میشه نرور بشین بگردین بخیر. بله خودی چی بکن تیس خب نکنه نه امی که به خوبی امرایتون گپ میزنیم خب نمیفهمین به خوبی دست ما پیدا شدیم ما در زیر دست پیدا نشدیم خب به خوبی نمیفهمین مجبور هستین سر خدا بلند کنین خوبی چیست دلش به خوشی برسه دختر جان یک دفعه خودت بیاد بیرون کتیمه کجا میری مادر؟ ما کتیمه دختر کار داره چچ سلما میایم چرا جنگ کنه خب بچیم حالا گپ که در ایتال شاید جنگ چرا کنیم میگری که بعد سوال شوه ناجت بدن ملالای جان قد مومن حالا برات یک گپ بزنم صدقی چم خورک یعنی می خودتان بیخی هم تو بیخی یک حالت داری که ایش همین حسابت معلوم نیست یعنی می حساب ما رو معلوم که خورک دخترای بیشی گپ بزن حالا مو دخترک تا بخوای بشان حالا تو مادر هستی بشانش بگو بچه می راه حل از همین چیز راه حلش با ما پیدا کو خورقن حال خاله جان جواب کرد گفتم میگیرم حالا یک دیم همیشه مادر مقصر از دیگه مادر ملامت میباشه خدا نکنه که ما تو را مقصر بگوییم خورک امی خورک مگه بعد دست ما باشه میگم بگی نمی دقیقه بعد دل ما باشه من بگی نکایش بسته که ببر حالا که به دل ما که نیستن ما چطور کنم جان خالی خود اینقدر زبان که داری که کتما گپ میزنی صدقه چه خالد همین زبانک تا پیشری خوارت کو خوارت بخوای کتش گپ بزن هم حسابه که ما رو معلوم کو خدا می دخترم امی دخترم گفته سلما جانم گفته ما گفتیم گفته به خدا باور کنی گفتی هم کلانا که دان ما موی سوس کرد اما میگم مرغم یک لنگ دارم خدا نکنه که من بچه کاکا رو بگیرم این حالا که به خوارک دیگه میگی که نمیگیره و نمیتم یا نمیگیره یا قبول نداره دیگه این حالا عقوبتش خودت فکر کو که دا عقوبت چی میشه حالا ما شما که قوم هستیم خیلی هستیم چهار تا کلان چی میگه مردا چی میگه یا تو گپ است که تو بگی که ولات است تو الا بتیم بریم خیلی میگه پاینمی اما یوار مرا بچه یوار من مردا رو بفهمون سعی دختر جان تو هوشیار هستی حق داری کلانشان هستی دیگه چان هستی گفتی خودت که وکیل وزیرشان هستی تو ببین که در دست نباشه باشه یک سعی کن ما دلک نخ بر مادرت دارم یا دلک زی مرا بتم یا دختر به من بدم مهم نیست که احمد میته یا محمود میته
به من دختر بده. فهمیدی دختر مطلب تنست که دختر هر کسی که میدم نواسیم خو ندیده فضل خدا که ما کدام دختر آوردیم. نواسی میره نمیفهمه که ما آسنات شنیده گرفتیم یا ریزیت یا استره و نمیفهمن. گفتم من دخترای برم یک ششنیش گرفتم برات آوردم دیگه خلاص. خب زن کاکا جان من میفهمین کار سینه میکنم گفتیم و میفهمینا و موضوع آرزو بانه آرزو قبول نداره. اگه آرزو قبول میداشت 1000 دفعه اگه بچه کاکای ما قبول میداشت میدادیم میفتیم برو خوب زندگی آرزو هم خوب میشه. بچه کاکای بچه بد نیست. یا دختر بیار بچه خوراک دار بیاید بشینه بشوریم. آسونات خو نمیگیره این کار گودی بازی نیست، این کار اشتک بازی نیست، این کار رشخندی و خیلی خندی نیست. این مسئله سان عمر است، مسئله آبرو عزت است. مسئله آبرو عزت است دخترم. اینجا هم آبرو عزت شما پایمال میشه، هم از من. آبروی خودم در نظر داشته باش، آبروی عزت مرام در نظر داشته باش. مرام پیشم داماد، نواسه، دختر کم نبید. زن کاکا جان موضوع نمیست که آرزو قبول نداره. اگه آرزو رو به زور بدیم خدا نخواسته اگه آرزو رو همی کار کنه باز میفهمین که دیگه شو نمیفهم. یا دلگرپی ما بدیم. دلگرپی ما بدیم که ما خب مادرم میگه که دلگرپا برتان نداده. ما دادمشم. به خاطر که گفتم زنی ورجان دادلت چیز نگرده که ورزنم دامد دخترم دماغ گرفت که دادلت نگرده. حق دست یک لکشه شیر باید کو هست زن مامایم است. زن مامایم که سلما هست اینجا. چی میکنن؟ چرا حالا تو بیرون کار داری؟ اگر نداری برو بیشی. نه اونجا هست باشه یک دفتی کم سعی کنیم. نه هست نال خو این طرح بیا مر نبینم. نه هست خیر حالا یک چند دقیقه صبر کن دیگه تا که برم دیگه وقت باشه. چی کنم مریم جان به خدا خسته شدم بخیر. حالا چرا نکوی رقمی دیگه؟ خب حالا خوش شده دیگه کار که شده دیگه. اونا یک کارایی میکنن یک گپایی میزنن به خدا بخی خسته شدم به تنگ آمدم. حالا اینجا فردی نام یک کار نمیکنه یک کار بار نمیکنه که زمینجا میرفتیم بخی میرفتیم که هیچ دیگه بخیم کل خانه رو به مادرم شان اعلام میکردیم. حالا خب اونا رفتن دیدین که چی شد؟ اونا پس آمدن این خو از اول کار نمیکرد. او خود تو خبر داشتی؟ من بر تو چند دفعه گفتم. چطور کنیم؟ حالا گپای مادرت از خورایت تحمل کن دیگه حقشان هسته دیگه. فردین هم خودت خبر داشتی باش که جواب زن مامایم شانه چی میته مادر دیا هر روز اینجا هر دقیقه میاین که کجا ساسنات. نمیفهم چی کنم. هیچی دیگه منتظر باش هر چی که مادرت که خورایت کرد اونم سعیست دیگه. یک سعی کنم باز بیرونه. ما ای روار کنم خور خوشی جان رو روار کن. خب این مادرم شونم چی شد؟ نامدنه مادرم شون دیگه بیخی پشت از اونا دیگه نگردن. بیخی که آمدنم دفعه دیگه من نمیمانم پشت از اونا برن که نشد. خب که نشد که قبول نداره دختر. آل بازور خو نمیشه. کار زور نیست. این کار یک عمر است. نمیخواین دیگه حتما. وقتی که نخواست باشه زور نیست. آل یک دختر که نخواست نمیشه. بیا میخوانیم و چی کنه؟ نه اگر میخواستن هیچ نمیرفت که امو دختر را که ما میگرفتیم یا گرفته بودیم اونم موقت لالای مرسی میکرد. از بیادر مکرد خوب پیدا نمیکرد. بیازو پیدا نمیکرد. باش مادرمشان بیاید صدقی بیادرم شوی. مادرمشان از اول بلا زده بود. مادرم اونجا سال تیر میکنه که نمیته دختر نمیته زور کنی. از اول فقط دختر زبان خود قرد کرده بود. تو چه خبر هستی؟ گفته باشم ما چه خبر هستیم. خود بیبیم خازش پرسان نکده. خمیره میگم که پرسان میکرد کلان زن بود بیبیم خورد خو نیسته. والالای ما از ما کار که شما من حیث دخترای جوان میرفتین کجا ما را که صلاحیت میده؟ کجا که از دقسیم است؟ نه مادرمشون کامد میگیم شون دیگه هیچ پشت از این موضوع نگردن. پدرم میگم خب اگه با گفت موضوع کنن خو نگردن دیگه. پدرم گپ زندگی هیچ پشت از این موضوع نگردن یک جای دیگه خواستگاری برن باز برش دختر بگیرن. لالای مگه قبول کنه؟ که قبول نکنی چی کردم میتونم. مردا بیا خگب دی که ما برش بگوییم. حالا خود حالا مردا که بیا خورک سعیز ما امروز بر مردا حالا مردا رو شوهرت میبید که امروز میخواستیم نه. حالا که من میفهمی که شوهرم نیست. اینم خودم هستم. اینم خود زن به زن اینم میگه شما برین همین گپ ما رو به مردا برسانید.
بگوی ملاله جان اینی پیام کرده که دختر نمیگیره. دختر ملاله بگو میته دختر نمیگیره. بگو چطور کنیم؟ حال دختر که نگیره او مرده که بگو نکایش ملا بسته میکنه نمیکنه. در شریعت هم بگو نامده می نکای بزور. به خدا که اول من خودم اینم 2 تا دختر دارم. خود یک فامیده زن هوشیار زن. 2 تا دختر دارم. او خوره که اول من دخترک ما میشه من بچه می‌نمی که دختر کاکای بچه کاکای دماسی کاکای آمده پشت میگیری نمیگیری که گفت نه نمیتم شو جان خود. حالا میله که مادرم تام سر درد من ما که بچه‌م سر درد منم. او طرف مردکه سرم قال مقال میکنه. این دخترها مرا گپ مردم بیا برسوا میکنن. چی کنم خوره؟ میفهمم خور نازنین میفهم که تو ملامت نیستی. نه من ملامت هستم نه تو ملامت هستی. خود چی کنیم؟ حالا روز دختر خدا زدگی دان خدا بسته کرد گپ نزد. روزی که من دستمال دادم همون روز هیچ گپی نبود. بعد از اون که چرا دادین گفت من نمیگیرم. گفت چرا دادین؟ گفت از من اجازه گرفتی برای خدا پیش روش گلام آوردیم. این دخترم که سالش من فکر کردم که دستمال از رو میتی از رو من نفهمیدم که از مرا میتی. مقصد ملالای قند تا یک مادر هستی ما مادر هستم. زیر کاسه نیم کاسه است. چرا دختر قبول نکنه؟ از بچه مکده بالا میافه، از خانه مکده بالا میافه، از خود مکده بالا میافه. یعنی حتما کدام گپ از خوارک یک ذره خدا تکان بده. دخترم پیش خودم است. هیچ زیر کاسه ای نیم کاسه ای نداره. اما میگه نمیگیرم. میگه چه می قوم پدری را نمیگیرم. میگه تو بگو بوموری تو چی هستی قوم پدری بگیری یا نگیری خوارک؟ قوم پدری هم جار جار گفته حالا ما در ننگ بند مانیم و ملالای قند. از خود کدام بیگانه خوب است. تا قوم گفتم یک لکه شیر باکو این یک لکه دگرم جیز باز بر دختر بخر. زن کاکا جان شما که اول خواستگاری آمدین از قلیل اینا گپ نزدیم. نه حالا منجا سلما را حال چی بیگن و منجا ما چون سلما را در گپ گرفته اونم منجا زن ماما گپ از جو خلاص نمیشه. با خدا خسته شدم. من دست مینوی نمی سلما خوار مینم تو کرد ام تو زندگی مارزات خراب کرد. اینا بشید نه او دا آینده تو فکر کرد او رقم زندگی تا خوب خراب نکرد. ما آوردم خودم آوردم نه لیست دادیم. ما خودم دادم که باش که ما پیش دامادم کم نبیایم. فهمیدی دختر جان که ما پیش دامادم کم نبیایم. دلها پر آوردم برش دادم تا قام دامادم گفت که شنید مادر چیز دخترم گفت که مادر شیرینیم پیسام نمونی که بچه ما وقت رایش جور کردیم. ما دل ایوارزان ما در دست میگرم ایوارزان ما نامید نمیسازم که پیچه سیای ما و صفحه چه در بین ما تو ما گفته نشده. حالا که سر از دختر خفه شدیم دیگه او را گفته نمیتونم. اگر نه تا به میالدم در بین ما و مادرت یعنی تو من نشده. زن کاکا جان خدا نخواسته از بودم نمیشه ولی شما ما دخترم در پیچه سفید خدمت اومد میکنم. در این حال خدمت اومد میکنم. دادمش دل اگر پی فکس دادم تا قام گفتم سعی که بچیم دختر گلم تا قام گفتم شکه ای ورزن جان این یک لکه به خود بگی شیر مادرت شیرت ما مقرر نداریم دست پاچه نشیم. اول همی قلین خلاص کنم بعد از باز آستا غم وجه بخورم غم اول چی بود دیگه یام بیادر نکم خاله ما که از امو خوش نمیبینم خیلی چی میکردم زندگی رو. خب خیر از همین کارم خوب نبود که کردین شما. پیش از پیش خواسته پرسان کرده بود. برای من هیچ نگفته بود که اینمی کی هست چی هست به چه خاطر آمدن. از من مشوره نگرفتن. از من یک دفعه مشوره نگرفت که تو قبول داری نداری میره خب خاله زندگی رو خود تو میکنی ما خود نمیکنیم. سر بدل خود خوارم زدن هم تو یک کار خانه تان میایم خبر دارم که چی میگین چی نمیگین. اما گلتام که داده لوزتام داده امو رو خبر نشدم دیگه. حال خودتان نمیفهم چی کنم حال چی میشه. باش حال صبر که برو باز برو حال منتظر باش. باشم میگه ای خدایا من چی رو انداختی؟ کلکینو معلوم میشه هستن. بیال خانه بیا. باز اون دیگه بیکک خود جور خود کرد باز خاطر رفت خارج. گرفت پناهش به خدا کرد. خاک در سری رقم دختر شوه. خو که دلش نبود از اول نمیداد. میگفت من نمیگیرم این بچه را. نمت مردم است که زندگی یک بچه را از خود تبا میکنه از یک بچه را. حال فقط تو رو مردم خوب میگه.
ما چی بفهم که خوب میگه شون در نظر خودش بسیار زیاد خوب کرده. مادرمشان بیایه که چی میگه؟ دختر بود نبود کجا بود؟ شاندهش نشاندهش چی گفته؟ باش کدام بهانه نو جور کرده. میگی ما چیم بیبیم خود گفت که چور خوردن نمیتونه از پیشم. یا دیگه اپلود گرفتیمش. اعتماعی ور لش مزیر دستت بگو بره کیران بانی. ای ورزنشون طرف خودش رفته. بیبیم که چالیات داره و چالیات نداره. چطور نداره؟ بیبیم خسرشون کدام چل نرفته بود چل میگی؟ خودش گفت چل رفته بود. دیتی یک را گرفتیمشان که هیچ چرا نمیتونه مارخ نمیگه. ما که گفتیمش که چی میگه هیچ. با مخ نمیگه یک نفر که نخواسته باشه صد که بری صد که بیایی بازم هم گپ است. از اینکه وقت خدا زایی میکنه میره اونجا بره دیگه جای خواستگاری بگرده. دیگه قسم جنجال خود نمیموندیم اگه شانه نمیگرفتیم. قربان چم امروز اول کاملا ببین تو زبانکای تان شور میداده که تو زبان دار از اینا مخوره نه زبان. بازور بر تو ندادیم دختر ما. جایی که مادر دست داره صبر از بچیم که تو گپ بزنی. مادر مرا عاجز گیر کرده هر کدام تان سرش گرفت. نام خدا عاجز خوره قندم من تو را میگم که یک ذره خود تکان بده به خدا که بدل دختر این خو ما قومت هستیم که تو داری هر نگرفتیم دنگ دنگ نکردیم. اگه بیگانه می بود باز تو میدیدی که چه رقم دنگ دنگا میکرد چه رقم گپ مردم در 4 تا همسایه تو را میشرمان. این خو باید سنجش میکردی صدقه چه ملالای قند تو خدا به این دختر اساس نگه ایمیل نام خدا تو چتگیستی این دو تا دختر قرار شیر مشکل در جان ما که تو چرا که تو بچه قندم همین گپه که به ما میزنیم گپ به خورت بگو به من نگوی تو آرم نمیگیره زور خو نیسته. نمیگیره بده مصرف دلک چیزای مرغ ما بریم. حالا شما شاید داشتین پیشونی کی ها مادرم میگه من خبر ندارم مادرم میگه تو خبر نه این مستم توستی یک خبر خداست نداشته. نه این مادرت نیست خداش حاضر شاهد است. من میم قسم میخورم اگه مادرت مرا در پداده باشه اگر شما پیسه کنده باشه گرفته باشه با کدام درد دیگه خود دوا کرده خورکم. الله 2 لک روپیه را درد خود دوا کرده و ملالای تا ما جب گپ میزنی خورک یک پیچه سفید زنه تو دروغگویی میکشی. میگه جای دیدی پیرمرد دست شبیگی گردش بگرد جای دیدی پیچه سفید زنه میگه دست شبیگی گردنش بزن. الله چطور خوراک پیشت بیشین بکن میگه پارا میزنی خرام علالای جان که واسه هم خراب میشه در جان مادر میگه پارا میزنی تو ما تار نکو بلیاز خدا شام او خوراکم دروغ میگه چرا که اگه مطلب بگم سر خودم پیری دارم زهیری دارم اما اگه نمیاره صدای تا بشنوه یا بفهمه باز تو از پیش خلاص کن میگه بشنوه من قسم میخورم که به من در پا نداده مادر علی رست نمایان است که پیسه رو پتکویم قسمت وام دقیقی یعنی مقدر پیسه داشت در بکسک خود بچیم اون پیسه غایب بخوره پس اون به شما داده اون به شما داده خوراک لیلا یک گپ بزن امی خودت شخصا تو میگم امی 10 روپیه یا 20 روپیه پیش بدون شاهد به من تو میتی نه خوراک میشه که نمور آورده باشه خب چوب داده باشه یادت رفته باشه چرا ما دیوان مریض است یادت رفته کجا مریض سریال است که جور تیار است شوری کدگی برش میده قسم خود پتکایی نمیده جوری کالا و اطلاع و یاره بخورم با اون خاطر مفتون باش که این پیسه از پیش من مصرف نشه پیسه را دادم به مادرت گفتم این حال یک تویانه خلاص شد بخیر یک ماند اون خرچ دیگه شو خرچ چیز زن که آقا جان خو میفهمین مادرم هم دروغ نمیگه اگه میگرفت خو میگفت اما مثلا من دروغ میگم شما هم دروغ نمیگه میفهمم ولی پیسه مادرم کلش پیش ماست پیش ما آرزو با دخترش معلوم میباشه ما پرسان کردیم شما کم روزم رفتین ما پرسان کردیم فعلا هم پرسان کردیم میگه که پیش من نیست من نگرفتیم دو پای درک موزه که میگه من نگرفتیم چرا هدفش چیزایی که بچه نه زن که جان مادرم او مرا پیشیورم به یک پیسه میکنه مادر سعی کو هم تویانه را دادم هم دختر حالا میگه که من نمیگیرم من این بیابری و بیزتی را کجا برم هم سرشم هم مالشم هم پیسیم بره هم دختر از پیشم بره اتخا نمیشه این خدام نگفته رسولم نگفته پیغمبرم نگفته میفهم زن کاکا جان اگه شما 2 لک روپیه داده باشین خو حقتان است مثلا من مادرم پرسان کنم اگه گرفته باشه خو حقتان است اگه دختر نتیم مجبور هستیم 2 لک روپیه تان پس بدیم اگه 2 لک روپیه ندادین اون خامیالو بگین موضوع خلاص میشه دست دل از این موضوع میشه شما رایتان ما رای ما موضوع پیسه اگر نمیدادیم هیچ پشت از این موضوع نمیگشته میگفتم کارت نمیگفتم بلا در پسش خوش نکرد نه وسیم نه کل است نه کور است نه شل است نه شد است تا دختر دیگه خریدارش هستن جان من چی کنم که تیال روز که تی رقم زندگی که هر طرف زندگی من خرابی داره
این رقم زندگی به ما میدادی، هیچ خدایا نمیدادی رقم زندگی را. کل زندگی ما به تباهی بربادی شد. باز کاش که یک بیادر داشته باشی، یک پدر داشته باشی. چی کنم؟ دیگه ما برای افتالی یا کجا شده باشن یا دولیستن. باشه اینجا هایی رفتن. ای مادر که صد بگوی باز بخیر دختر که بریم خانه که ناوقت بشه دلم نارام است نارام ده اول است خدا خیر پیش کنه آخه نیستید نه چشم خیر کنه ورزنجا کل گپ کل داستان به دختر گفتم بشینید در بینتان مشوره کنین مسئلات کنین در موضوع ما را باز بخیر دیگر خطا بگید طرف کنین بیا دفعه ما بیکار نیستیم خطا بریم تخطا بریم ما جفتو بشیم ما ورزو بگیم رفتیم برای دم خدا بیش مارجان بریم تو گپ شمشته میگی هیچ ضرورت نداره خیر ما دادم پیش تو. حالا زن ممیم خدا تباه و بربادت کنه. تو خود زندگی رو سرما حرام کردی. روز خوش خود به ما بیخی روز خوش مرا تو آتش سختی تباه و برباد چه زنه کرد. ما دیگه کدام سونه بگیرم ما خدایا توی دیگه ای زن جزا بیتی توی رو تباه و برباد کنی خدا جان دیگه زاری مده ترقاندن آورده و خدا دیگه توی زن دیگه رفتنش کنی آمدنش نه دیگه پاک پروردگار او خدا این خوبی های مرا میبینی این هردم شهیدی های مرا میبینی من چه قیار خدمتش کردم زامت چه نکردم آخرم من ملامت هستم دیگه نه هیچ گپم نیستم تو ایلش کنه ایلش کن بیخی سیسی دختر خوب بکوبه بجویش خو یک دفعه چه رقم بجویش؟ دگیر نمیتونه بخی دگیر نمیتونه نام چی بلا زاره دختره خب یه بیشی نخوای بگوی که من نمیگیرم خیلی چرا رنگ خود ده گور کرده گم کرده مشکل کمک ماهی دیگه هم بزنم اینی را باز تا دهن خود ما باز کنیم دیم دهن ما میزنه ببینیم که نگو این چیزه او بخاطر از این میگه که باش که گپ سرگپ زیاد یاد نشه فهمیدی؟ بیخی سیس خو کارا کده حالا میگه چه رقم سرزی خاک بندازم فهمیدی؟ تو هم تو بگوی که بیخی پشون ایلا که بیخی یک درد دیگه برش بتی بیا بگی بیبی باز که میگم یا نمیگم باز قصورش از جان تو بکشه ای چه میگه خانه ما اوتره چی بیبی باز بیاد خو میگه که باش ما غرض نیست خودم کردیم خودم جورش میکنم نگو میبینیم که چه رقم جمع میکنه بان که جمع کنه پر خود دلت مخ گفتم که نگوش دیگه اگه باز میگی او کار دل خود دسته به خاطر که بیبی مخ میفهمی که ما تو را میجا سر از گپا لالای مسای که وضعیت چی جور کردن سر از دختر لوده از دست لودگی لالا نگو دیگه لالا قربان لالایم شوی خو خیر دیگه برو من میایم از پشتت خدایا بیخی فکر آدم آرام میکنن مشکل دیگه کاش خدایا کالایم خراب شده صبر کن خورشید رفت امیرا موار نکد ای خدایا لالا گفته بیخی دیوانیم کرد ترستم لقد ما يتقوش تنام
باز گپشانم سرم است. غیر شما اینم قسم میکنین با گپ آدم گوش نمیکنین، باز نتیجه شنم یک چیز میاد دیگه. چرا غرغر داری؟ چی گپ است؟ غرغر ندارم، خلاص میگم دیگه. ببین با گپ ما گوش اما نمیکنیم. تو گوش تدار میمونی کل کالا یا دستای بیخی یخ زد. همون رو خواهد میگه یا مخریشم؟ نکردم که نکردم، دلم نشد، نمیکنم. همونطور است که مادرم میگه کارگریزه هیچ کار نمیکنی. خوب میکنم. باش تو یک دفعه برو حالا ماندش دی باز زلق شدیم، یعنی حتی زلق شدیم که دیگه بخیم تپه موتر میکشه مادر. همیشه شای ما درد گرفته، پردای دل ما درد گرفته بچه. رفت آمد بیخی هم گپ یگان تا میگه زلزله خدا شدیم یاره خیر نده که بیخی رفت آمد گرفته برو بیا دل ما را گرفت مادر بخدا. حالا باز که بریم در خانه باز چی بگویم؟ بیا آقامش که جور میکنم چی میکنی؟ اینا ما قسم مال روز انداختین کس که با گپم گوش نکنه چرا برش کار کنم؟ هیچ کارم نمیکنم دیگه. با گپ ما گوش نکنم. هیچ بیبی جان خیره خوب استی؟ حال دقیقا نکی دیگه تو نمیخوریم. علیکم. مادر جان سوال تیر میکردی؟ نه حالا چی گپ بود؟ چرا؟ بال مادر ماما ماچ کنم. از ما چیز که گپ زیاد است بچیم. چی حال است داشتایتون در اینجا صفه ماندگی قفا دوای ما سر شما بود. چی دوا بود؟ چرا کجا سرما؟ سال تیر میکردی؟ خیر است بیبی جان حالا بشینین گمشگاهی نمت رسته. هنوز از راه نرسیدگی کل گپ براتون بسته. دختر آره بس کار کنی از کارتون کنه گپتون زیاد است. اونجا سعی که مادر دیدی روی سفرک بچی حالت است؟ تشتا کن کلاشی نباشه. کالاشویی کردیم مادر جان یک خیر ببینی بگو دی خونک. چی خیر ببینی بتونه تک نیم کلا الا کردی خلاص. خیر است دیگه. خلاص شد من از پشت خوشی داخل آمدم. خودش دستای میخی یخ کرده و یخ بود. دستای میخ کرد. گاز نبود که میموندی بچیم؟ گاز بود خو اما قوم مانده بودم که اما آخری قفه شد دیگه نشد. اما خودی روکش شده چی کنم؟ از دل موتو نمیاد موتور میگه یک سال تیر میکردی فکر کن فقط موجه رفتیم توی بود پلاو خوردیم مانیم که یا مورا یک سال تیر میکردی گپ پلاو خوردن نیست مادر بخی پشت شیلا کنین چی حال روز سرزی این دختر بخی آفت تا انداخته در خانه ما. و دختر گپ زدن تا یاد بگی. بیبی جان همین نفر که نمیخواید در خانه ما بیاید یا در خانه ما باز که میره بیاریم به زور بیاری زندگی بیادر بخی تلخ میشه چی میگی نمیشه بیبی جان؟ ننگ از گور خیسته جان بیبی خود ننگ از گور خیسته تا که یکیش در خانه خود درون نکنم ظالم ترس میکنم. بیبی جان ننگ منگه ایلا که گمش که پشته می گپ نگردونم دختر به درد ما نمیخواد در خانه ما بیا یک شرف استاد بیار که خود چی کنیمش ام یارمش ما نارم شوه چی میشه هنوز نامدگی خانه ما نارم شده اگر تو شرف فساد نباشی او شرف فساد نیست. دختر مردم شرف فساد میشه دختر خدا خانه آدم نمیشه. شیطانه که بی سی بشی. بخیر صحیح. مادر جان مگم باید حساب میگم امیان راست میگن به خاطر چی میگم به خاطر که مشکل است راست میگم که رضا مرم دلم گرفته بچه مدرسه که رفت آمد بخید دلم گرفت. همین دختر دیدین یعنی مادر جان شوندینش نشوندینش؟ نه بود نه آمد پیش ما دختر کجاست؟ خدا مادر خودم است که دختر بشینه در مجلس. دختر که نباشه کدی بیا بزن دختر نمیاد. نشانش نمیجای نشانی نمیشینه خدا گم کرده خودم چی از اول زبان خدا قرد کرده بیبی جان خود که نمیگرفت از اول میگفت چرا زندگی مردم تلخ کنه چرا لالای ما چی کرده؟ بیبی جان نمی دختر کدام جای نگریخته باشه. از که خبر من که امروز زیاد فکر کردم بسیار از است که من در باره فکر کردم من میگم دختر که خانه‌اش نمیکنم جای رفته. بچه خدا نکنه سیاست دار است ما تهمت کنیم ندیده چرا بگیم تهمت نخو یک فکر از فکر از دست که شما چندین بار رفتین یک بار شما به شما خدا نشان میداد بچه قار کرده سر مادر خود قار است یعنی چرا مرا دادی اما توس نیم یک موضوع دیگر براتون بگم خب روز که این مادرشون بیوارم گرفتیم اینمت دخترش رو سر کل میزد ولی کنال اونه ایل غیل سونه صاحب خانه شد صاحب دختر شد صاحب اولاد شد اونه بیوه شد چیش بنام نید حالا زنده رو نکش مادر بیچاره کدام روز بیوه خود رو بیوه کنی نه صدقی خواه خواهی لالم روز نمورده بیچاره کی؟ حالا موشوی ملاله میگی امونه میگی نه حالا ملاله شوش خود نمورده خود شاید صبح دیگه صبح پیدا شد بیا که خم مرده بگیرش مثل که من میگم دختر جای فرار کرده نه بچه‌م خدا نکنه او گپ نزنیم ما سیاست‌دار هستیم چی هستن نه گپ که هیچ نمیشه در مجلس نه فکرایتان اوسو کنی بچه‌م فکرای خراب اوسو کنی گپای پوچ از کلیتان بخیم بکشین بچه ما
خیچار نمیشنه بیبی جان پیش رویدن. حالا میتونه چی دمی کار کلانا نه دیگه این کار کلانا بیخی بیخی سایز بیبی جان اما تو کنین آخر سر ببینین چی میشه. این خانه میرم روز میکنم. این گپ زبان بازی نیست بیبی جان. قدمایتم که دم خانه زیاد میریم. نمیکنم الهی دنیا دو دنیا بخره تا که دختر از خانه دار. بیا ملکه جان یا با گپ ما گوش نمیکنه سرم یک ننگ غیرت شتن اون ننگ غیرت چی کنی کارم شد خود او دختر برو زبان بازی نکنی نشانی که دختر دی خانه نمیری باز بگم اینجا بازت بیارم که خودتان بگینا فنیش میتونم خنده کنه چونتان بیارم نه مادر بیا از این اودا پیانتا ها بیا ما ترا پیشتر گفتم دادن درازت بیا بریم خانه چی جواب بدیم نه بیبی یا مزگب که یک ریزگی اور سر ما گپ میزنه بابا ماننده چیکارم قغمه بیبی که با چه قسم کارش جور میکنه من تا کارش جور کنم که خودش تا کامدی مال یک پیاله چای برن چیز برن یک سیر گپ دیگه خودم زدن رفتن با من خیرش دختر است بی عقل است دلشان تنگی گرفته راست میگن